چه کنیم که بعد از جراحی واریکوسل عود نکنه؟ در حال انجام جراحی واریکوسل به روش میکروسکوپی هستیم. ببینید ماهیت بیماری واریکوسل عود کننده است و حتی وقتی هم که به روش میکروسکوپی عمل میشه احتمال عود هرچند بسیار بسیار کمتر از روش معمولی و لاپاراسکوپی، ولی چون ماهیت این بیماری عود کننده است در درصد بسیار کمی از موارد ممکن عود بکنه. شما اگه سعی کنین بعد از عمل از کارهای سنگین و ورزش‌های سنگین اجتناب کنین، از محیط‌های گرم و از جاهایی که حرارت بالایی توی ناحیه تناسلی ایجاد میکنه اجتناب کنین، مثلا لپتاپ نذارین رو پاتون، اینا کمک میکنه تا حدودی که هم نتیجه بهتری از جراحی واریکوسل بگیریم و همین که عودش کمتر بشه. یه مورد دیگه هم که سیگار نکشین، کارهایی هم که به شما کمک میکنه هم نتیجه بیشتری از جراحی واریکوسل بگیریم و هم احتمال عود رو کاهش میدن. ولی در هر صورت به دلیل ماهیت این بیماری که حالت عود کننده داره ممکنه علیرغم همین این رعایت هایی که میکنین دوباره عود بکنه، که البته در روش میکروسکوپی این عود بسیار بسیار کمتر از روش معمولی و لاپاراسکوپی است. متشکرم.